Assalomu alaykum do'stlar aziz. Inak darsi navbati tadbiri barnome Photoshop. Hamین ورسی فتوشاپ رو یعنی فتوشاپ CS5 رو شما از سلفی زیرین از نمور زیرین که در آنجا من سلفی داشته از آنجا میتوانید چگونه اخراج کرده بگیرید اسکچاپ کرده بگیرید سلفی در نموده چنین پیشنهاد کردش باست در HTTPS handles وقتی که شما سلک رو زیر میکنید در این نمود شاده میشود اینترفیس شما از این handles اسکچاپ کرده میگیرید. اکنون دومی درس فتوشاپ CS5 در چنین نمود به شما پیشنهاد میشود. برنامه باید این اینسترومنت ها برای شما نشان داده شود. وقتی که اینسترومنت ها در این اینترفیس نمایان شما میتوانید از کلک اکناف دیشکه اینسترومنت را چاپ بگذارید. اینجا گم شد من وقتی که دیشکه را میبینم چی پیدا میشود. همین اینسترومنت را باید در شما حتما چی باشد. من اکنون باز شما میتوانید کلک سلای را دیشکه مطرقی سلای در شما نشان داده شود. نه در این درس ما چطور تکست در کلمات اشارت چطور تکست را نگاه کردن را چطور تکست را نوشتن را یاد میگیریم. برای اون که کلمات اشارت در ریتمنگ ما پیدا شد ما باید با کلک پن می‌داریم 13 چی کنیم. در اینجا نوگون فرمت ها پیش میاد در ما فرمتی بین خطی لازم است یعنی مجدرات فرمت همون وقت شما باید سانتیمتر گیره 21 سانتیمتر 29 سانتیمتر پیکس رو نیست به سانتیمتر چی فرده چطور که من فرده رزولوشن رو باید با 300 چطور فرده اوکی همه بینید فرمتی ای 4 پیدا شد. اکنون در این ما اینسترومنتی تکست رو چی میکنیم. وقتی اینسترومنت رو تکست رو گرد کردیم البته در اینجا تکست پیدا میشد. رنگ تکست با کدام عوض میشد. این خانچه رو دارید در این خانچه کدام رنگ رو که شما نبار کنید میگیرید انتخاب کنید همون رنگ رو تکست نشان میده. انتخاب میدیم من خواست دادیم صحبت دارید. اکنون تکست رو نبار میکنید در اینجا بینه شریفت خود شد. این شریفت رو ما میتوانید چی کنید فرام کنید. در اینجا تکست تازمیر شریفت تکست در اینجا وارد شده است. ببینید 20 پای من 40 پای من 60 چی شد؟ فرام شد. این تکست رو شما میتوانید به طور اینسترومنتی تابلش الیمنتی شما چی کنید خواهید کلام کنید باید خود کنید نقشتر باید خود تازه میتوانید باید از نوعی کنچی این خانچه باید شما ببینید در اینجاش نیست در اینجاش نیست فرست کنید برای وقت کلام میکنید باید از تو میتونید باید از این نقطه بالا باید ما باید کپی میکنید. اگر خواهید که شما این تکست رو کپی رو بدیم به پایان با کلاویش آف یکنید پیدا میشد کپی با کلاویش آف موشو در اینجا نشون میدیم و کلاویش آف رو زیر میکنید رنگی کپی رو میگرد سیت اینجا نه موشو نشون بدهش پایان نشون کلاویش دیلیت کسی کنید آفی کپی باشه دیلیت کنید. اکنون باز یک فونکسی تکست رو در اینجا میبینید. فونکسی تکست در اینجا باید اولی مینویسید باید دوگوی نیزمی باید دوگوی سیاه من فرض کنیم دوگوی سیاه شما اینجوری تکستی ما حالتی دوگوی رو چی گرید حالا کرده بس میکنیم این برای چی لازم است این حالت ها در وقتی یکان ریفرال یا یکان تیتر نویستی که مینویسه برای خوش بنویستم این حالت ها چی لازم میشه و با این فانکشن رو بالاتر میگیریم با کلاویشی یعنی بالا رو زیر کنید بالا میکنید پایین زیر کنید با این
მუშხაბი და ყველაფერი გნიში. სწორი ბატონი, ბოლო და ვეძებთ ასეთი ვაფიქროთ ისმენისი. ვედა. იმ მუდაგ დასინავთ იმო, ოდასოი მოროჩი. ინკიზაო შანლეთ.